سلام علیکم دوستان محترم. طلاق میگویند بدترین کلمه است. در این باره معلومات میدادید؟ بله برادری عزیز، طلاق بدترین کلمه است. به چی خاطر؟ حتی بدترین حلال میگویند. بدترین حلال است. به چی خاطر بدترین حلال است؟ البته طلاق این یک چیزی هست که یک چیزی حلالی که خداوند به سبب نکاح یک زنی که برای مرد حلالش میگردونه به سبب کلمه طلاق گفتن اون چیزی حلال کرده شده خدا را برای خودت حرام میگردونی. طلاق کلمه ای است که یک زنی را بیوه میگردونه، فرزندی را یتیم میگردونه. طلاق کلمه ای است که یک زندگی را ویرانه میگردونه. و طلاق به چی خاطر یعنی دبین آمده است؟ به چی خاطر طلاق ما یعنی آوردن برای استفاده بردن؟ به خاطر که یک زنی صالحه، یک زنی پاکیزه، یک زنی خدا ترس به سبب طلاق از یک مرد فاسق، یک مرد منافق، یک مرد بد خلاص می شود. یا اینکه این چنین یک مرد صالح و یک مرد عبادتگر و به تقوای خوب از یک زنی فاحشه بد ناپاک به سبب طلاقش یعنی خلاص میگردن. به همین خاطر گفتن که کلمه طلاق بدترین چی است؟ بدترین حلال است یا اینکه بدترین کلمه است. به همین سبب انسان میتواند که یعنی انسان خودش از همدیگر جدا کنه. اما دیگر راههایی که اگر انسان یک زنی صالحه و خوب داشته باشه و طلاقش کنه، البته در این صورت خداوند غضب می آید. البته هر انسانی که از یک طلاق زیاد گفت، 2 طلاق، 3 طلاق، 100 طلاق که امروز مردم عادت کردن میگویند، از یک زیاد شه، از یک طلاق گفت، از یک زیاد گفت، 2 طلاق، 3 طلاق، 100 طلاق گفت، در زیادهای گفتگیش در قیامت در نزد خداوند جواب میگوید، چون که حد خدا را پایمال کرده است، مرز خدا را پایمال کرده است. به این خاطر کلمه طلاق یعنی که بدترین کلمه است.